سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک پوزیشن دیگه اومدم. اول یه نکته خدمتتون بگم، این پوزیشن ها به هیچ وجه گلچین نیست. پوزیشن ها در حینی که داره انجام میشه من باهاتون صحبت میکنم. طبق معمول نماد طلا هستیم. یک چنج آف کاراکتر به اصولی ترین حالت ممکن در ناحیه مهم بعد از گرفتن تاییدیه ها شکل گرفته و من وارد پوزیشن شدم. پوزیشنمو برای مدیریت بهتر به دو قسمت تقسیم کردم. همونجور که میبینید یه قسمتش که تیپی رو من ست کردم تیپی 2 میشه. پوزیشن بالاتر میشه حدوداً تیپی 1. حالا من اینجا چیکار میکنم؟ اینجا میام پوزیشنی که بزرگتره رو رو همون تیپی 2 که بخوره میبندم. پوزیشن کوچیکتر رو ریسفری میکنم به تیپی این ناحیه. ریسفری میکنم به تیپی این ناحیه و با قیمت پیش میرم ببینم تا کجا میتونه با ما سود بده. ولی نکته که اینجا خواستم بهتون بگم بحث مدیریتشه. حتما تا جایی که میتونید اگر اندیکاتورهای دستیار ترید دارین که خب بهتر، و اگر نه تیپیاتون رو به 2 یا 3 قسمت پوزیشناتون رو به 2 یا 3 قسمت تقسیم کنید که بتونید مدیریت معامله یا مدیریت ریسک بهتری انجام بدید. امیدوارم موفق باشید. ممنون. خداحافظ.